همه جا در نظر مردم دانا قفس است. شاعر وقتی مهرورزی رو مایه هستی میبینه، خب زیبایی رو هم با احساس شاعرانه خودش جور دیگری کشف میکنه. او کاشف ایمج هست و نه شکارچی سوژه. به نظرم کار شاعر و کار داستان نویس که من هم گاهی ذوقی و قلمی در هر دو دارم، شکار سوژه نیست. این رو در جایی هم یا مصاحبه یا کتاب یا مقاله‌ای گفتم، یادم نیست کجا گفتم، که شکار سوژه کار خبرنگاره و ذهن شاعر بازیچه سوژه نمیشه. در واقع اندیشه و احساس شاعر از سوژه متأثر میشه، تأثیر میپذیره. سوژه است که به دام اندیشه و احساس شاعر میفته و بعد اندیشه و احساس شاعر گرفتار سوژه میشه. به قول رهی معیری گفت من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران، اول به دست دارم تو را وانگه گرفتارت شد. و شاعر برای بیان اندیشه و احساس هنجارهای آشنای ذهن رو به هم میریزه. حریم طبیعی زبان و معیار متداول و همگانی گفتار رو در هم میشکنه و زبان معمولی به زبان شعر تبدیل میشه و این اختیاری و دل بخواهی نیست، اجباری و فرمایشی نیست، واکنش خود به خودی احساس و عاطفه است. به همین دلیل شعرهای اجباری مثلا مدیح سرایی، حتی گاهی هجویات، هرچند شاید زیبا و پرمعنا باشند ولی چون حاصل جوشش عشق نیستند و بر مبنای تعارف و تکلف سروده شدند، چندی به دل ما نمیزنند. این جور سخنان هرچند گوینده برای بیان اونها متوسل و متشبث شده به قالب‌های شعری، ولی با مفهوم مورد نظر من شعر نیستند. شاعران فارسی زبان غوغا می‌کنند در ایماج و صبر خیال، ولی ما درباره فریدون مشیری صحبت می‌کنیم و مثال‌ها رو از شعر او میاریم که در شعر دیگری میگوید دو جام یک صدف بودند دریا و سپهران روز، در آن خورشید این دردان مروارید میتابید. ایماژ رو ببینید، دو جام یک صدف بودند. بیاید ما منظره آسمان و دریا و خورشید رو اونجور که میشناسیم نبینیم، با نگاه تازه شاعر ببینیم. او آسمان و دریا رو دو پوسته سخت یا دو کفه یا به قول خودش دو جام صدف میبینه که افق اونها رو به هم وصل کرده. او خورشید در افق رو دردانه مروارید اون صدف دیده. این ایمج یا خیال شاعرانه است، تصویری شاعرانه نو و یک کشف تازه است. شاعر از قید نگاه‌های مأنوس خودش رو بیرون کشیده. صدف و مرواریدی که او دیده تصویر آسمان و زمینه، ولی چیزی است که او بر پایه عاطفه به گونه‌ای احساس کرده که با واقعیات ادراکی فرق داره. این فرق در ذهن و پندار شاعر مجسم و مصور شده و مبنای اون عاطفه و احساس. علم متکی بر واقعیات ادراکی است و هنر متکی بر عاطفه و احساس در استدراک. و ایمج جوهر اصلی هر اثر هنری و از عناصر تشکیل دهنده شعر.
تغییر شکل در واقعیت و ایجاد آشنایی زدایی که برابر فرانسوی اون دفامیلیاریزاسیون هست، یکی از هدفهای هنر و هر کار هنری مانند شعر و آنچه باعث تأثیرگذاری شعر و احیانا تثبیت یک شعر در ذهن ما میشه، علاوه بر قالب و مفهوم شاعرانگی است. یعنی چیزی که مرز زبان شعر و زبان معمولی رو مشخص میکنه، شاعرانگی. به همین دلیل بین شعر و نظم تفاوت قائل شدند و این تفاوت شاعرانگی است. ملک الشعراء بهار: ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت، وی بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت. شاعر با ناظم فرق میکنه. فردوسی ناظم خودش میگه پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نبیند کسی. و معنی شعر چیز دیگری است. تشبیه و استعاره و مجاز هم در شعر زاییده نیروی تخیل و آفریده ذهن شاعر و در هم ریختگی عادتها و خود به خودیهای درک و دریافت. و شاعر از دل دریای همیشه جوشش و همیشه بخشش دردانه خورشید رو صید میکنه، مروارید مهر رو صید میکنه و مهر یعنی هم خورشید و هم عشق. و در شعرهای فریدون مشیری نور نشان مهره. در دلاویزترین شعر جهان روی نهادن مرغ دریایی با جفت خودش به دروازه نور یعنی رفتن برای مهرورزی. این دو مرغ دریایی، دو کبوتر در اوج بال در بال گذر می کردند، دو صنوبر در باغ سرفرابوش هم آورده به نجوا غزلی می خواندند. مرغ دریایی با جفت خود از ساحل دور رو نهادند به دروازه نور. و در مروارید مهر باز میخونم: دو جام یک صدف بودند دریا و سپهران روز، در آن خورشید این دردان مروارید میتابید. من و تو هر دو در آن جامهای لعل شراب نور نوشیدیم. مرا وقت تماشای تو بخشیدند و بر جان و جهانم نور پاشیدند. تو را هم ارمغانی خوشتر از جان و جهان دادند. دلت شد چون صدف روشن به مروارید مهر آن روز. آن روز کدام روزه؟ آیا روز السته که سعدی میگه همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. شاید آن روز اشاره به روزگارانی باشه که وقتی خورشید جاودان این مروارید درخشان به سان نگینی بر حلقه این جهان میتابید، در دلهای چون صدف پیشینیان ما نور مهر میتابد و نیاکانمون به قول خاقانی چو دریا همه سرمستان، گرم از این آتش سوزان از جام آن خورشید جاودان شراب نور می نوشیدند. اینجا میفهمیم که چرا شاعر در هر دو شعر مجزا که خوندم آسمان و زمین رو دو پوسته سخت یا دو کفه صدفی رنگ دیده، دو جام یک صدف دیده، برای اون که ما هم از جام آن خورشید جاودان مثل گذشتگانمون شراب نور بنوشیم و از این شراب سرمست بشیم. این یک پیام شاعرانه است
و ما اگر پیام رو دریابیم ما هم از این جام هستی سرمست میشیم. به قول مولوی می نکنی باورم کاسه بگیر و بنوش. میبینید شاعر با صید مرواریدش مهر می آفریند، مهر می افروزد، مهر می افزاید. او با مروارید مهر پیامگستر باور پدران ماست و پیامگستر نور. در شعر مهر می‌ورزیم که اول خوندم گفت ما